عزت همون حامی زندانی مهاجران تاجیک را به گناه قلابی به 6 سال دیگری حبس محکوم کردند. حکم روز 6 ایون در دادگاه نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اعلان شد. پیشتر او را به عین گناه 9 سال از آزادی محروم کرده بودند. مقامات حکمش را درست و قانونی می‌شمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. مرافعه روز دوشنبه با حضور وکیل مدافع، پیوندان و دعواگران گذشته است. محمد یوسف خالف پسر عزت امان روز 6 ایون به رادیو آزادی گفت آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستانی بپردازند، ولی به یگان پرسش و پاسخ حکم را خواندند و رفتند. یکی از دعواگران هم گفت آنها را نزدیکان عزت امان به مرافعه خواسته بودند تا بیایند و پولهای خود را بگیرند. دادرس نظر ما را نپرسید و حکم را اعلان کرد. مشورت کرده بودیم که در تالار دادگاه مبلغ‌ها را میگیریم، افزودم صحبت ما. پیوندان عزت امان میگویند از برخورد دادرس نسبت به او راضی نیستند و بازبینی حکم را تقاضا خواهند کرد. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم پیشینش رد کرده بود. عزت امان ماه مارس سال 2021 از شهروندی روسیه محروم و در فرودگاه دوشنبه دستگیر و بعداً به گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم شد.